هفت بچه می داشتیم. من نگاه پیامبر گشتی گفت که انا فرزند اگر چندی که نوری دیده هست میوه قلب است، لیکن بسیاری از پدرهای دلیر بیغیرت کردگی است، بسیاری پدرهای سخی را بخیل کردگی است و بسیاری پدرهای بیغم غمدار کردگی است. دیگه پیغمبر خدا پیغمبر گفته در عوض اومی که وقتی طلب کرد ای کاش گفت ای کاش من هفت می داشتم. پیامبر وقتی گوید یک بچه دارم گوید کاش من هفت بچه داشته باشم. بعد حضرت وقتی که از فرزند زیاد که مثلا صحبت کرد گفت بسیاری از پدرهای دلیر فرزندا بی غیرت میکنند. بسیاری از پدرهای سخی را فرزندها بخیل میکنند و بسیاری از پدرهای بیغم فرزندها غمدار میکنند. یعنی گفتی آرزوی تو کردی خب پاداشش و آیندهش نمیاد، از فرزند نمیرم میگیری. یکی حقیقتا نمیایده برادر عزیز. خیر تو میکنی قاری هم فرزندار کشیده دیگه تشویش بسیار شدی. زبانی مفتی بگیم یا که همین خطیب مسجد وقتی تعریف رحیم جان کرد اولم 6 دقیقه تعریف کرد او را هیچ کم مجبور نکرد که همین گپ بگو. یکی صفت کرد تعریف کرد گفت خدا برکت شده که همین آدم همین کارهای خیر دستگیری میکنه. ما هم برادرای عزیز همیشه در حق این خیل انسان ها همیشه دعا گوییم که الله جمیع آفتها نگهبانشون باشه. خدای مهربان باز هم غیرتاشون را زیاد کنه، بی درد و بی غمشون کنه. دیگر نفرهایی که اگر امکانیت و شرایط دارن خدا اونها را هم همین خیل غیرت بده که چی در وطنشون چی در بین برادراشون خب دست یاری دراز کنن تا از همین دعاهای نیک و از همین سخنهای نیک اونها را هم خدای مهربان بهره‌ور بگرداند. زیرا برادران عزیز شیخ سعدی میگه پریشان کن ای گنجینه جوست که فردا کلیدش نه در دست توست. پریشان کن امروز ای گنجینه جوست که فردا کلیدش نه در دست توست. بینه بر کفی دست هرچی هست که فردا بدندان گزی پشتی دست. این جناب شیخ سعدی میگه. شیخ سعدی که ما نیویورک رفتیم سخنش بنی آدم اعضای یکدیگرند در بالای در سازمان ملل متحد. او عزیز خدا ایروی دلسوزی میگن برادر عزیز. دلی به عشق او بادو کفیده، دلی که عشق پروردگار نداشته باشد میگه کفیده بدنش بهتر، چون که خالق خودش نشناخت، مالک خودش نشناخت، رازق خودش نشناخت کسی را که او را از نیستی به هستی آورد، نشناخت کسی را که صاحب ملک و زمین و آسمان و کهکشان و همه اوست، او چی است نشناخت او را. برای میگه که دلی به عشق او بادا کفیده، زبان به ذکر او بادا بریده. زبانی که اگر ذکر خدا نداشته باشد میگه گنگ بدن بهتر است. زبان به ذکر او بادا بریده، نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. بود بر مرده غافل کفن حیف، به حلق کشته دنیا رسن حیف. که از در مصرهای اخیر خیلی هم سخت میگیره، میگه بود بر مرده غافل کفن حیف. کسی که در غفلت است از خدا و از پیامبر و خالق و مالک خودش نشناسد، اندیشه یک بار نداشته باشد که کی او را خلق کرده است، برای چی خلقش کرده است، به چی خاطر خلقش کرده است، برای چی به دنیا آمده است، بعد از دنیا با کجا می رود. اگر همین اندیشه ها را نداشته باشه میگه وقتی که مرد. نفرهایی که دوران در گرمانی همه اونو سر دفترشون خوجافی گذاشته کن. لیکن امروز ما ببین ما حواسی او را میخریم. اون چیزایی را که ما داریم ما که در درونشیم نمیبینیم. ایسا مولوی میگه وای آن زنده که با مرده نشست، مرده گشت و زندگی از او بجست. وای به حال آن کسی که
زنده بوده با مرده ها نشست. زندهش همه آدمی هست که برادر عزیز که حالی بین آفریدگارش هم میشناسه. این ایره که خورد نه مثال آشا که پیش آردن بسم الله الرحمن الرحیم میگه به نام آن خدایی که مقصد آفریدگار این نعمت های. ولی الله رب میگه و فی السماء رزقکم، در آسمان رزقای شما. رزقای شما در آسمان یعنی چی؟ مقصد این آب و این نان و این سلاد در آسمان نیست. مقصد آسمانی ما باران داره، آسمانی ما شمال داره، آسمانی ما محتاب داره، آسمانی من آفتاب داره. اونها مقصد همه در حرکت میدرویه و این دسترخانه ما رنگ و برنگ میشه. انا که مولای ربی میگه وای آن زنده که با مرده نشست. یک آدم زنده ای که خالقش میشناخت، رازقش میشناخت، بندگی را میکرد. آدمی بسیار گفتی اصطلاح های اونجا پریچنی آدم بود، نه که با آدمای مرده نشست. مردهش کیه؟ یک آدمایی که فقط همین دنیاشو میفهمن، دیگر هیچ جهت اهمیت نمیده. میگه وقتی با اونها نشست مرده گشت و زندگی از او بجست. این هم رنگ همون مرده شد و زندگیش همون عادت و همون اخلاق همون فهمیش همه رفت. خمونده میگه با ما شینی ما شوی، با دیگ شینی سیو شوی. ولی انا مجیبلو اگر در مرد اول ایران مونیم که ماها را بگیم نمیمونن دسترخوانمون بویشیدن، امروز همین اول قدرت های نمیمونن که اگر مسلمان با قوت شود بلاغت او طرف دیگر به ذمه پدر و مادر باشه. در اسلام این نیست. در اسلام تو همون سینی بلوغ تو سینی بلاغتش همین پدر و مادر به ذمه شه که همین فرزنده تربیه نیکو کنن. تربیه مثال لباسش تامین، شکمبکش سیر، خب در یگان کارهای بی‌معنی دست نزنه، یگان راهی بد نروه. ایرا شریعت در گردنش وادار کرده که همین چیز باید از جانب پدر و مادر نظارت شود. ولی از او طرف شد فرزند باید خودش کنه. ولی موجیبلو ما مردم نمیتونیم این کار کنیم. ما نمیتونیم، این نمیتونیمش ای پیش خود مونه. حاضر نیم بچه ما حاضر 5 تا فرزند دارد. 5 تا. این ایسا که قریب ممکن عمرش ایسی گذشته. نکی همینجا مثال نان میخرم، گوشت میخرم، کچکا میخرم، پیاز میخرم، همه ماشینا پر میکنم میبرم به خونه شد. میبرم با نگاه میکنم که چی کم بودی دارین، چی کم بودی ندارین، کار میکنن. لیکن هوش گوش دا فرزند های. زیرا که الله میگه الولد همین فرزند میگه. این میگه میوه دیل های. این میوه دیل تاثیر. این فرزند نمیشه که همین ما تو بگیم که خیاجت رو اومدی دیگه پناه به خدا برکن. نه نمیتونی. از جهت اسلام 100% هیچ چی گناهکاری نداره. لیکن نمیتونیم برادر. اما 18 ساله بیکارم که باشه در فکر چی میگی میره یگون زن دادن در کاره، ایره خانه خریدن در کاره. همه را ما بازیما میگیریم. اگر نه بازیما ما نیست. همه کاری که مثلا درست میگویی. فرزند خودش مثلا یک حادثه میشود، پدر از دنیا میگذرد، پسر تو 30 سالگیش پدر کرده. ما در اسلام آباد بودیم موجیبلو بچه ها در 30 سالگی زن میگرفتن، کار میکن. ای 18 اوسه میبرامد ای مکتب و مکتباشون خوبی بود که با اختصاص میگرفت. میبرامد کن در 30 سالگی زن میگرفت، خودش خانه میخرید، همه را تامین میکرد، زن هم میگرفت میرفت زندگی میکرد. دیگه پدر و مادر مقصد در این فقط هم نظارت بچه هم دعا درود تمام دیگه او طرفش خچون میکنن. لیکن من خدا مونده گفتیستم که در خدامان همین چیزا مقصد برقرار کردنش یا فرزند بگیم تمام تو همین چیز نمیتری یکم پروگرام همونیم که دیگر پدر و مادر در این کار نزدیک نمیشه و فکرم غیر این کنه نمیشه در این توجیکی ما نمیشه. بیا آمین. مادری که در سفر خدای مهربانی مادرمونم کاروشون در برکت بده و تویشون مبارک کنه و
آینده پای قدوم این کلین هم در خاندانشون نیک خیر بگردونه هر جا باشن خدا در پناه رحمت اسمت شیرشون داره الله اکبر.